یاد گرفتم به خاطر حرفه و به خاطر موندگاری اون شخصیتم باید کار رو که شروع کنم تمام کنم. بعد توی سیاه رگا یه سری دریچه‌های یه طرفه هست، خیلی جالبه، بهش میگن دریچه‌های لانه کبوتری. دریچه‌های لانه کبوتری که مثل دریچه‌های یه طرفه کار می‌کنه، تو خونی که رد می‌کنه می‌بنده دو مرتبه تا این شیری یه طرفه ما داریم تو بدن ما. توی تهویه مطبوع بحث خیلی مهممون توی فضای درمان کنترل عفونته، چون خیلی خاصه. خب تجربی بودین، اومدین در واقع مهندسی و اون موضوع رو درک. حالا من چون از مهندس منصف همیشه یاد میکنم، مهندس منصف توی این کار کسی بود که اولین پایه‌های تجهیزات پزشکی توی بیمارستان‌ها گذاشت. ما یه اصطلاحی داریم توی اشوک بیمارستان بهش میگیم اشوک تراپی. با تهویه مطبوع مریض رو کیرش رو سریعتر میکنه. اگر سطح سوختگی خیلی بالا باشه این افراد باید توی فضای کاملا کلین روم نگرشون داریم، وگرنه آلودگی و عفونت باعث مرگ اون بیمار میشه. تو فرض کن حالا هم از نظر هزینه اولیه، چون به جای 200 تن به جای 340 تن 200 تن خریدی، مصارف بقیه دستگاه 340 تن به نسبت 200 تن یه چیزی حدود 1.5 برابره، شاید 1.6 برابره. یعنی به خیلی راحت شما اومدی تقریبا 60% مصرف برقتو کم کردی. بالاخره وقتی شما میخوای از یه جایی از حالت کاربندی در بیای، خب اولش خیلی سخته. من این مشکل خیلی بزرگ داشتم توی کار، این بود که بلد نبودم پول بگیرم از کارفرما و اصلا سال 95 من به این واسطه ورشکست شدم یه جوری. تو اگر واقعا آدم حرفه‌ای، آدم باهوشی نباشی ولی پشت کار خوبی داشته باشی، به نظر من تو اون کاری که دلت میخواد موفق میشی. سلام، با اپیزود جدید فلوتاک در خدمتتون هستیم. یه مهمون خیلی ویژه داریم، مهندس محمد عرفان که از نامدارترین مهندسین حوزه تهویه بیمارستانی هستن. به ما افتخار دادن تو این برنامه. ایشون دکترای مکانیک تبدیل انرژی دارن، طراح تخصصی تهویه بیمارستانی هستن و شرکت سمیم بین الملل هم برند خودشون هستش که باز حوزه تخصصیشون طراحی تهویه بیمارستانیه و من خیلی دوست دارم که معرفی و کاملتر و جامع‌تر از زبون خودشون بشنوم. خیلی خوشحالم که تشریف آوردین دکتر. زنده باشید. فرمودید. من به قول با حرف مهندس منصف حرف شروع میکنم، چون هر وقت می‌پرسن شما چی کاری می‌کنی؟ لوله کشم. واقعیتش اینه که توی صنعت تهویه مطبوع و صنعت تأسیسات کار اصلی لوله کشیه دیگه. عرض کنم که و من از سال 76 که کار تخصصی رو شروع کردم شرکت خانه‌سازی، یعنی چه از شرکت تامین که کار نگهداری بیمارستان انجام میداد و بعد کار طراحی بیمارستان رو تو شرکت مشاور خانه‌سازی ادامه دادم. خب تو این دوره شاگردی اساتید خیلی خوبی رو کردیم که حالا موندگارترینش آقای مهندس منصفه، کنارشون آقای مهندس قدوسی زاده دیگه از بزرگانی بود که من افتخار شاگردیشون رو داشتم، آقای مهندس میلانی که هنوزم افتخار شاگردیشون رو دارم، استاد تأسیسات بیمارستانی. و بله کارم من از اونجا شروع کردم از سال 76. بلا فاصله بعد از اینکه از دانشگاه اومدین خانه سازی رفتین؟ اصلا دانشجو بودم. من جالبه براتون بگم که من اصلا دیپلم تجربیه. آره من اصلا دیپلم تجربی بودم و به سال 68 دیپلم گرفتم. سال 68 که دیپلم گرفتم، خب من سال 68 سال 69 من دندون پزشکی دانشگاه آزادم قبول شدم، ولی خب خیلی گرون بود، نمیتونستیم بریم، بهش کیم نگفتیم، رفتیم سربازی. من توی سربازی سال 70 مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد کرج قبول شدم و خب یکی از علت‌های این که حالا من همیشه علاقه‌مند بودم به این بحث بیمارستان و در کنار بحث تهویه مطبوع همین به قول معروف پیش زمینه‌ای بود که توی علوم تجربی داشتم. من زیست شناسیم خیلی خوب بود که شامل اگر چیزای اطلاعات خوبی توی زمینه چیز داشتم، زمینه تجربی داشتم. پزشکی رو بالاخره ما تو تجربی توی زیست شناسی
آناتومی میخوندیم، نمیدونم جریان سیرکولاسیون قلب رو میخوندیم، نمیدونم که البته همه اینا بعداً فهمیدیم چقدر همه به تحصیلات ربط داره. یعنی خود این داستان جریان خون یه جور جریان رئولوژیکه، یه جریان سیال به قول سیال رئولوژیک به سیالاتی میگن که غیر نیوتنی هستن. یعنی ما به قول معروف سیال با یه سری پارتیکلای جامد توی حرکتن، خونینه دیگه. بعد خود این جریان برای حرکتش از رفتارهای غیر نیوتنی استفاده میکنه. برای حل معادلاتش باید معادلات غیر نیوتنی حل کنه. بعد جالب تریش اینه که تو خود جریان خون اونم قلب یه دونه پمپ داره یه سیرکولاسیونی انجام میده با برگشت. خب اونم کاملا تاسیساتیه. کاملا تاسیساتیه. میخوام بگم مثلا کل جریان بعد توی این حرکت تو داره اکسیژن، مثلا اکسیژن داری میدی، دی اکسید کربن میگیری، غلظتش متفاوت میشه، سرعتش متفاوت میشه. بعد تو مثلا توی سیالات شما سعی میکنی که جداره لوله ها رو همیشه صلب بگیری. توی رگ این جریان صلب نیست، حالت انعطاف پذیر داره که این انعطاف پذیری باعث سرعت پیدا کردن جریان توی شاخه های کوچیک میشه. خیلی تاسیساتیه. یعنی خود جریان خون توی جریان خون توی بدن کاملا مکانیکاله، کاملا سیالاتیه. بعد تو برگشت شما مثلا توی به قول معروف توی سیاه رگا شما چیز میشی دیگه، شما فشار چیز افت میکنه، فشار خون افت میکنه. بعد یه سری چیز هستن که به این کمک میکنن، از جمله مثلا حرکت عضلات ساق پا خب به عنوان پمپ عمل میکنن و اینا رو شروع میکنن به هول دادن به یه طرف. بعد توی سیاه رگا یه سری دریچه‌های یه طرفه هست، خیلی جالبه، بهش میگن دریچه‌های لانه کبوتری. دریچه‌های لانه کبوتری که مثل دریچه‌های یه طرفه کار میکنه، تو خونی که رد میکنه میبنده دو مرتبه تا یه شیری یه طرفه ما داریم تو بدن. اصلا میخوام بگم که خیلی جالبه. وقتی که اینو تو بیام، وقتی من اون اطلاعاتو داشتم، وقتی وارد صنعت تحصیل شدم، این خیلی جالب بود برام که مثلا داری تو یه چیزی رو به قول معروف داری باش کار میکنی که هم توی زیست شناسی باش قبلا برخورد داشتی ولی علم تحصیلاتیشو نداشتی. مثلا من پروژه لیسانس مثلا توی همین چیز بود، عملکرد سیستم‌های سیالات رئولوژیک بود توی بدن. مثلا خود مثلا مدل کردن جریان خون توی بدن بود دوره لیسانس. خیلی پروژه جالبی بود، یا چون باید دو تا چیزو داشت. و از اینجا بود که اصلا تو ذهن من مثلا کار توی بیمارستان، تهویه مطبوع توی بیمارستان، مثلا عملکرد توی بیمارستان برای همیشه جالب بود که تو از یه طرف با اطلاعات قبلی چیزی در ارتباطی، از یه طرف تو داری علم جدیدی رو یاد میگیری که مرج کردن این دوتا مثلا یه چیزی بود که معمولا کم باش برخورد، یعنی که کم برخورد. مفاهیمم چون یکی بوده، یعنی شما از خب اون تجربی که اومدین مفاهیمو داشتین، اومدین توی مهندسی، بعد اینجا این مفاهیم مثلا تو تحصیلات اینو بهش میگن، تو تحصیلات اینو بهش میگن و این براتون حل شده بود و تازه رفتین سراغ این که مرحله تحلیلش بکنین. اصلا یه نکته، یه قسمت بعدی ماجرا این میشد که وقتی وارد فضای درمان میشی یه بحث داری به نام بحث کنترل عفونت. ما توی تهویه مطبوع بحث خیلی مهممون توی فضای درمان کنترل عفونته. خب این عفونت از چی به وجود میاد؟ عفونت یه سری پارتیکلای موجود در هوا هستن که این پارتیکلا شامل مثلا کلونیای باکتری و ویروس و اینجور چیزا. تو باید بشناسی اینا رو. مثلا توی دوره تجربی مثلا با باکتری و ویروس آشنا، مثلا استافیلوکوک و نمیدونم موکوس و موس اینا مثلا باشون آشنا شده بودیم. بعد اینکه تو چه جوری اینا رو می‌خوای از بین ببری، خب توی چیز باهاش آشنا شدی که نحوه از بین بردنش و ضدعفونی کردن مثلا سطوح توی فضای تجربی باهاش آشنا شده بودیم و شناختن این که مثلا چه چیزهایی باعث آلودگی میشه، چه چیزهایی باعث عفونت میشه. خب این وقتی میاد داخل فضای چیز قرار میگیره، تو فضای تهویه مطبوع قرار میگیره، چه جوری میتونی جلوی اینا رو بگیری؟ بعد میفهم یعنی که ما مثلا توی تهویه مطبوع وقتی میخوای یه فضا رو کنترل عفونت کنیم باید بیای مقدار آلاینده های موجود در حجم واحد هوا رو شروع کنی به کاهش دادن. خب روشاش چجوریه؟ این که تو چون مقدار آلودگی که داره تو فضا ایجاد میشه، معمولا توی اتاق هم تو برای یه فضای بسته مقدار آلودگی که داری ایجاد میکنی معمولا مقدار ثابتیه،
افرادی که داخل فضا هستن، چه میدونم پارتیکلایی که پوست آزاد میکنه، تنفس آزاد میکنه، مقدار ثابتیه. چه جوری میتونی اینا رو کنترل کنی؟ یه اولین کارتون اینه که بیای مقدار هوای موجود در هوا رو، مقدار جابجایی هوای موجود در هوا رو به نسبت اینا ببری بالا و بهش میگیم ارچنج. ارچنج شروع می‌کنی به افزایش دادن. یعنی مثلا توی یه اتاق معمولی شما اگر 4 ارچنج هوا رو بخوای چرخش هوا بدی، توی اتاق اول باید کار 20 بار انجام بدی. در واقع می‌خوایم فرصت ندیم به اون آلودگی‌ها که اصلا بخوان بمونن یا با سرعت بالا اینا رو آفرین. بهش میگیم دیلوشن، یعنی رقیق سازی. هوا رو رقیق می‌کنی. با آلودگیاشو درست شروع کنی، با این کار رقیق می‌کنی. وقتی رقیق می‌کنی یعنی شما به ذره رو توی حجم واحد هوا شروع کنی به کم کردن. این باعث میشه که آلودگی کمتر بشه. این اولی روشه بود. روش دوم چی بود؟ فیلتر کردن هوا بود. یعنی اون فیلترر اون هوا رو شروع می‌کردی از روی یه سری فیلترایی که راندمان خیلی بالایی دارن تا 99-97 میرسن، شروع کنی از روی اون رو رد کردن. خود این دوباره یه سری دیگه از پارتیکل‌ها رو شروع کنه به گرفتن و آلودگی رو شروع کنه به کاهش دادن. یعنی اینو مثلا تو اگر دو تا چیزو بدونی، یعنی مثلا از علم تجربی خبر داشته باشی، نحوه برخوردش رو توی صنعت تهویه مطبوع هم بدونی، کنار هم مرجشون کنی، به کار خیلی قشنگ میرسی فکر میکنم. ولی ما نمیدونم توی این سالها حدود 28 سالی که داریم کار میکنین که کسی رو دیدین که مثل خودتون همچین تجربه‌ای داشته باشه؟ چون خیلی خاصه. خب تجربه‌ای بودین، اومدین در واقع مهندسی و اون موضوع رو درک میکنین. یعنی الان مهندسین طراحی بیمارستانی ما اصلا اون دیتا رو دارن از تجربی؟ خیلی کمه. آره من خودم خیلی کم دیدم، ولی بچه‌ای که اینطوری وارد فضای چیز شدن، فضای تهویه مطبوع شدن، معمولا بچه‌های موفقی بودن. من یکی دو تا دیگه از دوستام هستن که اونا هم مثلا رشته‌های تجربی خونده بودن، بعد یا مثلا رفتن مهندسی پزشکی خوندن، بعد اومدن مثلا چیزشونو رو شاخه‌های تأسیسات کار کردن، بچه‌های موفقی بودن، چون که پایه‌های چیز داشتن، پایه‌های پزشکی داشتن، اطلاعات پزشکی داشتن. این کمکشون میکنه توی کار خودمون. حالا من چون از مهندس منصف همیشه یاد میکنم، مهندس منصف توی این کار کسی بود که اولین پایه‌های تجهیزات پزشکی توی بیمارستان‌ها گذاشت. یعنی اینکه رفت، خب گفتم که من تو شرکت خانه‌سازی ایران کار میکردم، خدمت ایشون شاگردی میکردم. اولین باری که پروژه های بیمارستانی شروع شد به تجهیز شدن، چون تا وقتی که پروژه رو شما بعد یه مثالی دارم، این مثال منه، میگم که تو ایران بیمارستان ها 3 مرتبه ساخته میشن. سری اول کارفرما میرن سراغ اولین مهندسی که دستشون میرسه، معمولا با فضای درمان آشنا نیستن. یعنی واقعا تو پروژه بیمارستانی هم همین شکلیه؟ یعنی خیلی پیش میاد. بله، پروژه‌های تجاری و مسکونی و اینا نه، متاسفانه بالاخره این اقتصادی کردن پروژه از پروژه‌های بیمارستانی یعنی چیزی نیست، جدا نیست از پروژه‌های بیمارستانی. و این باعث میشه که مثلا با توجه به که آشنا نیستن با فضا، بچه‌هایی که جدید کار میکنن، خب چیز عملکرد تجهیزات رو توی فضا نمیدونن واقعا. خب باید واقعا تو آشنا باشی با این مسئله. مثلا تو توی مثلا اتاقی که دستگاه رادیولوژی گذاشتن، دستگاه رادیولوژی خودش فقط 4 تا اتاق، مثلا 4 تا در و دیوار و پنجره نیست که مویه محاسبه بار بزنی تموم بشه. توش یه تجهیزی داری که بار حرارتی ایجاد میکنه که اون بار حرارتیه باعث میشه که اگر بخوای واقعا اونجا رو خنک کنی، باید بار اون رو توی فضا ببینیش. که توی این اتفاق توی طرح اولیه پیش میاد معمولا. یعنی بچه‌ای که خیلی آشنا نیستن به این جریان اینا رو نمیبینن. آره، و اتفاقی که میفته این به قول معروف عملکرد تجهیزات توی فضا دیده نمیشه. بعد حالا نکته سری دوم چه اتفاقی میفته؟ پروژه میره مثلا تو شرکت، توی مثلا پروژه درمانی باید برن تایید بشن، تایید وزارتخونه رو بگیرن. میره تو وزارتخونه و میگه که آقا مثلا این مشخصات دیده نشده، این مثلا این آیتمات، این تجهیزات توی فضا دیده نشده. اینجا هنوز تو مرحله طراحی، هنوز تو مرحله طراحی. کارفرما متوجه میشه که خب بعد بری دست یه مهندس دیگه، میرن یه مهندس متخصص پیدا میکنن، مهندس مکانیک بهتری پیدا میکنن که خب این چیزا رو اثرات رو میبینه و مثلا اثرات سرمایش گرمیش رو میبینه و اینا. اما باز با تجهیزات منسوب توی بیمارستان که ما میگیم تجهیزات 4گانه آشنا نیست. تجهیزات 4گانه تجهیزاتی هستند که توی بیمارستان مثلا مثل
مثل دستگاه استریلایزر، دستگاه لنجری. اینا دستگاهیه که علاوه بر اینکه گرمایش تولید میکنن، نیاز به آب مصرفی دارن، نیاز به آب تریتمنت شده دارن، نیاز به بخار دارن، نیاز به تخلیه فاضلاب دارن. اینا مهندسای خوبی که مثلا تهویه مطبوع کار کردن با این تجهیزات به صورت صرف آشنا نیستن. بعد خب میره مثلا فضا رو اصلا بر اساس شروع میکنن به ساختن، بعد فضا رو که میسازن بعد تجهیز رو میارن میگن که خب حالا کجا نصبش کنیم. این مثلا دستگاه مثلا استریلایزر بخار میاد، از بخارش از کجا بس کنیم، نمیدونم برقشو به کجا بدیم. تجهیز رو توی فضا ندیدن. اینجاست که معمولا بچه‌هایی که تهویه مطبوع بیمارستانی کار کردن یا تجهیزات بیمارستانی کار کردن میان و معمولا خب کار سختی میشه دیگه. اگر این پروسه اینجوری پیش رفته باشه، شما باید یه دفعه دیگه از اول بیمارستان رو بسازید، چون تمام این المان هایی که بعد تهویه مطبوع بیمارستان رو تجهیزات رو عملکردش رو درست کنه، شما باید سیستمای بخارش رو ببینی، نمیدونم فشارش رو ببینی، تخلیه فاضلابش رو ببینی. مثلا همین وقت فضا رو شروع می‌کنن به تازه شروع می‌کنن به کنده کاری و دیده کشی و دوباره کاری. من فکر می‌کنم از طراحی تهویه مطبوع حالا بیمارستانی یا حالا باز دقیق‌تر بگیم اتاق عمل و کلین روم حساس‌تر نداریم تو تهویه مطبوع. داریم تو اشوک فضایی هست که حساس. ببین حساسیت به چی بگیم؟ ما تو بیمارستانی تو فضای اصلا چرا حساسه؟ یعنی بریم به بحث انسانیش هم برسیم. خیلی مسئله مهمیه. ما از چه نظر بگیم حساسه؟ این که اصلا ما با تهویه مطبوع بیمارستانی داریم یه کیری به مریض میدیم، یعنی مریضمون در اصل از آلودگی داریم چیزش میکنیم، جداش میکنیم، یعنی ازش آلودگی رو میزداییم. ما یه اصطلاحی داریم توی اشوک بیمارستان بهش میگیم اشوک تراپی. با تهویه مطبوع مریض رو کیرش رو سریعتر میکنیم. اصلا ببینید یه سری از فضاها هستن مثل فضاهای نگهداری بیماران سوختگی، نگهداری بیماران پیوند مغز و استخوان، پیوند اعضا. این بیمارایی که بدنشون چیزشو ایمنیشو در برابر آلودگی از دست داده، یا تو سوختگی اومده پوست رو از بین. پوست کارش چیه؟ پوست کارش اینه که روی بقیه بافت‌ها یه لایه ایجاد میکنه و جریان آلودگی رو از بافت‌های داخلی حفظ میکنه. سپر دفاعی میشه. آفرین، سپر دفاعی بدنه پوست. وقتی این از بین بره، شما اون به قول معروف بافتی رو که بافت بدون پوست رو اگر در معرض هوای چیز قرار بدی، دچار عفونتش میکنی. این موجودی که یا این جریانی کسی که دچار همچین عارضه شده، یا باید یه پوست چیز واسش ایجاد کنی، مثلا پانسمان کردن. اگر سطح سوختگی خیلی بالا باشه، این افراد باید توی فضای کاملا کلین روم نگرشون داری، وگرنه آلودگی و عفونت باعث مرگ اون بیمار میشه. چقدر جالب، من نمیدونستم کلین روم برای بیمار هم داریم. بله، اصلا کلین روم های بیمارستانی یکی از عملکرداش اینه که اگر شما این شرایط ایجاد نکنید، بیمار اصلا فیل میشه. خیلی از بیمارایی که تو ایران، حالا من آمار نمیتونم بدم ولی یعنی که اجازهشو ندارم، آمار بالای مرگ و میر بیماران چیزمون پیوندیمون به خاطر اینه که محل نگه، چون بیماران پیوندی شما وقتی میخوای یه بیمار رو پیوند بدی، باید گلبولای سفید بدنشو بیاری پایین که در مقابل عضو پیوندی عکس العمل ایجاد نکنه. خب وقتی تو سطح ایمنی رو میاری پایین، با هر چیزی، هر آلودگی باعث از بین رفتن بیمار میشه. بنابراین این بیمار هم شما باید تو فضای کلین روم نگرش داری. به واسطه اینکه همچین کلین رومایی نداریم، بیمارایی که برای پیوند میره، تو کار پیوندشون درست انجام میگیره، عمل پیوندشون درست انجام میگیره، ولی مثلا بعد از پیوند دچار آلودگی میشن، از بین میره. ما الان مثلا چند تا بیمارستان داریم که کلین روم استاندارد بیمار اینجوری داشته باشن؟ خدا رو شکر میتونم بگم که از فکر میکنم مثلا خیلی بستگی به این داره که طراح کارش این باشه، نه اینکه مثلا بگم مثلا من طراحی، نه همچین چیزی نیست. ما خدا رو شکر توی بحث طراحی بیمارستان مهندسین خوبی بسیار زیادی داریم.
یعنی من میتونم چون خیلیشون همکارای خوبه من هستن و البته اکثر پروژه های درمانی که جدیداً تو کشور داره ساخته میشه بالاخره یه پروتکلی برای پروتکلی برای تایید نقشه‌اش گذاشته شده. خدا رو شکر این اتفاق خوبی افتاده. نکته مهم اینه که طراحی‌هایی که انجام شده، اجراهایی که انجام شده، بعدش چطوری نگهداری شده باشه. ببین ما بیمارستان‌های اجرای بیمارستان‌ها اون اجرای نسبتاً استانداردیه. مشکل ما نگهداریه و عدم نگهداری صحیحی که باعث میشه که فضا از اون شرایط خاصش در بیاد. چون کلین روم، ببین کلین روم‌های صنعتی از اونجایی که مثلا کلین روم صنعتی قراره یه پروداکت تولید کنه، چون پروداکت اگر مثلا کلینیتیش حفظ نشه به بازار نمیتونه عرضه بشه. خب برای هم کلین روم‌های صنعتی خیلی روشون زومه و روی نگهداریشون هم خیلی کار میکنن. تولید کننده ها، کارخونه‌های داروسازی، کارخونه‌های به قول معروف که تو این زمینه دارن کار میکنن، روی نگهداری هم خیلی کار میکنن. اما بیمارستان با یه مریضی در چیزی که الان میاد کیرشو میگیره، بعدش هم مرخص میشه میره بیرون. بیمارستان هیچ وقت واسه تامین نگهداری پول نداره. آفرین. نکته بسیار بسیار تأسف برانگیز پروژه های بیمارستانی ما و بیمارستان های ما اینه که بودجه‌ای و واقعا این که دارم بهت میگم این یه فکته ها، ما برای نگهداری بیمارستانمون بودجه تخصیص نمیدن. چقدر حیف. اگر داره استاندارد ساخته میشه، داره به اون سطح میرسه، خب دیگه چرا نگهداریش نمی‌کنی؟ بعد حتما 10 سال 20 سال بگذره دوباره یه هزینه مثلا گزاف بدی برای اینکه بخوای کلا از نو بازسازیش بکنی. خب چرا این کار؟ و اون همه جون مریض در خطره، بیمار در خطره. یعنی از بین رفتن میگم، چون اینا واقعا یه سری آماراست که خیلی از مسئولین میدونن ولی بهش کیری بابتش نمیکنن، مثلا براش توجهی نمیکنن، حاضرن یه پروژه رو دوباره مجدد بازسازی بکنن ولی اون کار نگهداری تو اون چیزو انجام ندن. متاسفانه میگم این یکی از معضلات بزرگ ماست که من فکر میکنم تو این 27 ساله چون کارم من از نگهداری شروع کردم، روی یه به قول معروف یه توجه خیلی زیادی به این مسئله دارم، ولی متاسفانه هیچ وقت نتونستم به کارفرما بقبولم که آقا این مسئله حتی از ایجاد یه چیز جدید مهمتره. هیچ وقتم موفق نشد، تا الان که موفق نشدم، حالا امیدوارم بعد از این یه اتفاق بیفته اگر بشه. من خب میدونم و شنیدم که یک سری تجهیزات بیمارستانی یا حالا کلینرومی توی ایران هستش که حالا مبدلش و شاید یه جوری شروع کنندش توی ایران شما بودین. از این تجهیزات برامون مثال میزنین و در مورد کارکردش هم یه کلیاتی بگین که برای حالا هر کسی میتونه جذاب باشه. خواهش میکنم. حالا اینجوری که نمیشه گفت، ولی توضیحش اینه که خب من یه افتخاری داشتم که از سال 84 کتابای استاندارد بیمارستان ایمنو از سال 84 ما با بچهای با آقای دکتر بشید حسینی که اون موقع الان رئیس دانشگاه هنر دانشگاه تهرانم، براشون یه پروژه‌ای تعریف شد که بیان استانداردهای بیمارستان ایمنو بشینیم بنویسیم. من مسئولیت بخش قرار دادم با ایشون بخش مکانیک و برق و تجهیزات پزشکی بود و خب اونجا توی این مدت من تونستم مثلا با دوستای خیلی خوبی ارتباط بگیرم من و گروه‌های خوبی رو برای مکانیک و برق و تجهیزات ایجاد کردیم که و کتابای بیمارستان ایمن رو شروع کردیم به نوشتن که خدا رو شکر 13 جلد نوشته شد. توی این 13 جلد 10 جلدش که من خودم اصلا چیز بودم، خودم در اصل مسئول مستقیم بودم و 3 جلدش هم که خب دوست خوبه دیگرم آقای مهندس صباپور که احتمالاً با ایشون هم شما آشنا باشید، صباپور در چیز بود کاراشو انجام میداد. توی این کتاب بخش اتاقای عملش رو که داشتیم می‌نوشتیم، البته من از قبلش با این چیز آشنا بودم، استانداردهای بیمارستانی، کلین روم های بیمارستانی برای اتاق عمل یه تعریفی داشت که توی این تعریف شما رو چیز میکرد که به قول معروف فورس میکرد که بریم سراغ
سیستم‌هایی به نام سیستم‌های لامینار فلو. سیستم‌های لامینار فلو میاد به یه باکسی رو توی اتاق عمل به عنوان باکس تثبیت کننده جریان هوا ایجاد میکنه که بتونه هم اون مقدار ایرچنجی رو که براتون گفتم برای اتاق عمل لازم ایجاد بکنه، در عین حال لایه آخری رو برای جریان به عنوان فیلتر هپا براش به وجود بیاره که شما هوایی که از لامینار فلو داره وارد اتاق میشه اون تمیزی 99.97% داشته باشه. خب خود بله جریان خب اسمش لامینار ایر فلو دیگه، یعنی تثبیت کننده جریان آرام بود. حالا استانداردی داشت که مثلا خود سطح چقدر باشه، نمیدونم میزان سرعت روی مثلا دریچه چقدر باشه، سرعت روی جایی که بیمار قرار گرفته هوا چقدر با چه سرعتی برسه که موجب مثلا اذیت و آزار عملکرد جراح نشه. اینا یه پروسه‌ای داشت که مثلا حالا رفت چیزی نبود که من مبدعش باشم، بالاخره این یه کاری بود که به قول ما هیچ وقت چرخ خودمون که نمی‌سازیم، ولی خب روی این تحقیقات خیلی زیادی کردیم، اطلاعاتشو می‌خواستیم ما هم استانداردشو به روز برای ایران انجام بدیم. با یه سری از شرکت‌های خارجی ارتباط کار می‌شد، یعنی ساختن می‌شد. بله. شما در واقع تحقیق و دیدین که لازمه تو ایران داشته باشه مهندسیش. بله اینا رو مهندسیش کردیم، توی کتابو آوردیم، توی کتاب اتاقای عمل جراحیمون تو جلد شماره 8 مونه که کامل در موردش توضیح دادیم استانداردشو. بعد خب چیز کرد به قول معروف تولید کردنشو دوستان نمیگم سر در نمیاد، یکم کار احتیاج داشت که شما مثلا با همه جوانب عملکرد یک تجهیزی که میخواد فضا رو براتون کلین کنه آشنا باشید. حالا باز با اون رسپکتی که ما نسبت به فضای درمان داشتیم و با توجه به چیزی که از جریان تهویه مطلوب میدونستیم نشستیم و اینا رو به صورت عملیاتی در آوردیم. من با شرکت‌های زیادی توی این زمینه کار کردم خودشون، میتونم بگم که تقریبا با اکثر شرکت‌هایی که دستگاه لامینار فلو رو درست میکنه و الان دارن تو ایران کار میکنن باشون همکاری داشتم. حالا هم به قول معروف تبادل اطلاعات کردیم و ساختش رو الان داره کار میکنه و من میتونم بگم که یکی از عواملی که توی این مدت باعث شد که اتاقای عمل به سمت تمیزتر شدن بره خود همین لامینار ایر فلو بود و باعث پایین آوردن آلودگی تو اتاقای عمل زیادی شد. من اینو چون ازش آمار میگیرم این اتفاق افتاد. عجیب. من سال 92 خب فارغ التحصیل شدم مهندس مکانیک. بعد اولین سال بعد از دانشگاه یه شرکتی میرفتم کار میکردم، یه پروژه‌ای به اینا خورد برای تغییر یه سری تجهیزات یه بیمارستانی بود سمت توانیر بعد اسمشو نبریم. آره منم اونجا یه جورایی تازه کار بودم، فقط با بچه‌ها رفتم که مثلا ببینم چه جوریه، علاقه من بودم ببینم چه خبره، چی میگذره، چه شکلیه اصلا تجهیزات بیمارستان. و اونجا فهمیدیم که اصلا تو اتاق عملشون اسپیلت داشتن، یعنی اصلا حالا بعدا من فهمیدم چه فاجعه‌ایه. مثلا ایرچنج 4 بار که هیچی، یعنی مثلا اصلا ایرچنجی وجود نداره، همه هوا داشت داخل میچرخید، یه چیز وحشتناکی و واقعا هم حاضر نبودن هزینه‌ای بکنن. اوضاع خیلی بله بعضی جا متاسفانه. عرضم به خدمتتون که یه کوچولو از فنیه فاصله بگیم که حتی خیلی جذاب بود. اگه نکته فنی دیگه هستش که میتونه برای عوام جذاب باشه به ما بگین حتما. چیزی به نظرم حالا در این حد در همین صد آره وارد جزئیاتی میشیم که خب خیلی برای همه علاقه‌مند نیست. آره واقعا ته نداره. خیلی خب مهمترین تصمیمی که در طی دوران کاریتون داشتین به نظرتون چی بوده؟ یه تصمیم خیلی مهم و استراتژیک. مهمترین اتفاق بگیم. آره من خب یه مدت زیادی تو شرکت خانه‌سازی ایران کار می‌کردم تا سال 86 و بعد خب شرکت خانه‌سازی ایران شرکت مشاورش چیز پیدا کرد، یه مقادی اصلی مجلسی اصلی به نام اصل 44 تصویب کرد که خصوصی سازی بود و با از شرکت خانه‌سازی اومدیم بیرون، یه شرکتی به نام منظم سلامتی ایرانیان رو درست کردیم با خود بیامرز آقای دکتر شرافت و خب بچه‌های خانه‌سازی اومدن رفتن اونجا یه شرکت و یه 4 سالی من با دوستان اونجا همکاری می‌کردم. عضو امتیازآور و عضو هیئت مدیره‌اش هم بودم.
سال 90 من از اون مجموعه جدا شدم. حالا یه اتفاق میشه گفت یا یه تصمیم نبود، یه اتفاقی بود که من از مجموعه جدا شدم و خب جدا شدن از یه مجموعه شما توی فضا میدونید دیگه، بالاخره وقتی شما میخوای از یه جایی از حالت کارمندی در بیای، خب اولش خیلی سخته. نقطه عطفیه. آره، یعنی یه نقطه عطفیه که تصمیم گیریش کار سختیه، ولی به نظر من اتفاق خوبی بود برای من، چون بعد از اون هم یعنی این مثلا از جدا شدن من از سال 90 تا چون اتفاقاتی افتاد که خیلی منو دچار اذیت و آزار کرد، ولی خب اتفاق مهمی بود که جدا شدم و خود این که من از اون مجموعه خاص جدا شدم باعث شد که با مجموعه‌های زیادی، با مشاورهای زیادی به صورت آوتسورس شروع کنم کار کردن و این باعث شد میگم مثلا شرکت خوبی مثل شرکت ماهر و همکار، شرکت لیمان، شرکت نوی، دوستانی که مشاور بیمارستان سازی بودن، من به صورت آوتسورس کارهای تسهیلات مکانیکشون رو انجام میدادم و این باعث شد که با یه فضای دیگه‌ای آشنا بشم. ولی خب شما هم که شما بتونی با معمارای مختلفی کار کنی تو فضای درمان، نقطه عطفی بود به نظر من. درسته. نقطه اثرگذار بود. و چقدر طول کشید تا سمیم رو تأسیس کنید و از تأسیسش هم به ما بگید؟ حتما. و تجربه کلا کارآفرینیتون دیگه، چون اونجا دیگه وارد فضای کار. من از سال 90 خب برای خودم یه دفتر مهندسی داشتم دیگه، یعنی توی گروه من همواره بخیر من یکی از کارهایی که می‌کردم از سال 90 به این طرف من تدریس می‌کردم. یعنی من سال 84 کار تدریسمو شروع کردم. من تدریس کریر می‌کردم. یعنی من سال 84 تدریس کریر می‌کردم توی آموزشگاه نوین پارسیان. تا سال 90 کریر درس می‌دادم. بعد یکم کریر برام چیز شده، کم از چشم افتاد. آره، بعد رفتیم توی با دوست خوبم آقای مهندس واصف که کاشانه رو داره، آره نشستیم یه سیلابس درسی تهویه مطبوع بیمارستانی در آوردیم. به نظرم اون کار خوبی بود، یعنی یکی از کارهای خوب من فکر کنم اثرگذاری خوبی داشت. مهندسای خیلی خوبی رو از توی اون کلاسا بیرون اومدن و الان دارن کار میکنن و خدا رو شکر. یکی از یعنی من چیزم این افتخارم اینه که الان فضای درمان کشور با یه سری از مهندسای باسواد بیمارستانی که از اون خیلیشون از اون کلاسا اومدن بیرون و الان فضای درمان کشور رو دارن با زحمات خودشون دارن به قول معروف به یه پالایشی میرسونن. افتخاری واسه من، واقعا خیلی با خیلیشون همکارم الان و میبینم که چقدر خوبه، از من که خیلی بهتر شدم. یه ایده درست رو تو جای درست با مهندس واصف انجام دادین، نتیجه داده دیگه. نتیجه خیلی خوبی داد. یعنی من تا سال 96 خودم تدریس می‌کردم، یعنی وقت داشتم تدریس می‌کردم. از 96 دیگه به خاطر همین جریانی که الان بعد براتون توضیح میدم کارای من یکم زیاد شد، یعنی وقت تدریس دیگه حداقل نداشتم به اون صورت که سپردم به باز دوست دیگه و از بچه‌هایی بود که من باشون جزو شاگردایی من بود که البته شاگرد که چه الان برای خودش استادی شده، شاگرد برای خودش استاد آقای مهندس یونسی. عرض کنم که شد الان کار تدریس آره نه مهندس حکمت، خود مهندس حکمت که از بزرگترین طراحای بهترین طراحای بیمارستانیه، منم شاگردیشون هم کردم. برای خوب شد اومد رد شد اسمشو گفتم، واقعا مهندس خیلی خوبیه. بله خیلی آدم بسیار متواضع و باسواد. عرض کنم خدمتتون که اصلا 96 ما با دو تا دیگه از همکارای خوب قدیمم که آقای مهندس نخعی و آقای مهندس انتظاری بودن، این شرکت سمیم با هم شراکتی راه اندازی کردیم. چرا سمیم؟ سمیم این که دو تا علت داره، دو تا معمارن، یه مهندس مکانیک و اینکه سه تامون اسممون محمده. سمیمش از اینجا چیز میشه، از اینجا نشأت میگیره و خدا رو شکر یکی دیگه از به قول معروف یکی دیگه از نقطه عطفای زندگی کاری من همکاری با این دو تا دوست خیلی خوبم بود. من یه مشکل خیلی بزرگ داشتم توی کار، این بود که بلد نبودم پول بگیرم از کارفرما
و اصلا سال 95 من به این واسطه ورشکست شدم یه جوری. یعنی یه کار توی سال 94 من حدود 7-8 پروژه خیلی سنگین گرفتم و انجام دادم، ولی کارفرما رو نتونستم ازشون پول بگیرم. و سال 95 فقط کار این بود که برم از کارفرما پولمو بگیرم. حالا بابا خیلی به فشار، سال 95 سال خیلی پرفشاری بود برای من، ولی از 96 خدا رو شکر با شرکتی که تجربه‌ای که با شرکت با دوستای خیلی خوبم داشتیم الحمدلله مجموعه سیمو درست کردیم و صرفا کار طراحی و نظارت تو سیم انجام میدیم. بله. صرف تا 100 یعنی تجهیزات مکانیکی، برقی، از معماری شروع میشه، معماری، سازه، برق، مکانیک، بعد تجهیزات. یعنی بحث چون همونجوری که بهت گفتم فضای بیمارستانی بدون تجهیزات تقریبا به درد نخوره. خود اینکه گروه تجهیز کننده توی فضای معماری داشته باشه خیلی مهمه. فضا رو بشناسه و تجهیز رو درست و جای درستش تعریف. چقدر نسبت به تغییرات تکنولوژیک بازار حساسین و باهاش پیش میرین، به روز میشین؟ واقعیتش اینه که میتونم بگم که خیلی، چون هر کاری چون کوچکترین کار برای پایین آوردن مصرف انرژی توی یه فضایی مثل بیمارستان یه نتیجه خیلی عالی به شما میده، چون فضای نسبتا بزرگیه. شما مثلا 10% بتونی تو هزینه‌های انرژی بیمارستان کمک کنی، بعد از این مدت چه کمکی کردی به فکر کنم یه چالش‌های اصلی اولو وضعیت انرژی که اوضاعش خوب نیستش. الان بیمارستان‌ها چیکار میکنن برای همین بحث تامین انرژیشون که عملاً بیمارستان یک محیطیه که خب آف نداره، 24 ساعت بعد آن باشه همه تجهیزاتش. خب با این بی‌برقی‌ها مثلا راهکاراش چیه؟ راهکارهای به قول شما صرفه‌جویی مصرف انرژی بیشتر به کار میبرین، یا از اونور باید مثلا تامین برق جدایی براشون بشه، نیروگاهی باشه، یا واقعیتش ببین بیمارستان خب یه سوبسیدی میگیرن به خاطر هزینه‌های انرژیشون، معمولا روش خیلی کار نمیکنن. ولی رو طراحی کاری که الان من و همکارای با سوادم که دارن روی این زمینه کار میکنن، روی پایین آوردن مصرف انرژی، استفاده از سیستم‌های هیت ریکاوری تو بیمارستان‌هاست، استفاده از سیستم‌های آیس بانک توی مصارف سرمایه‌شی مونه، استفاده از سیستم‌های انرژی خورشیدیه که تو این زمینه داره کار میشه. حالا ما یه دعوتتون میکنم 27-28 همین ماه ما یه همایشی داریم، همایش بیمارستان سازی. من یه پنلی دارم، من تو خب یه پنلی معمولا توی این همایش دارم که مدیریت پنلش با منه. هر سال توی یکی از زمینه‌ها کار میکنیم. امسال اتفاقا روی بحث انرژی، یعنی کاهش انرژی توی بیمارستان داریم کار میکنیم و کاریه که به شدت تاثیرگذاره توی پایین آوردن مصرف انرژی. من میتونم راحت 20 تا 30% میتونیم مصرف انرژی رو توی بیمارستان با یه سری عملکردهای نمیگم ساده ولی در دسترس و منطقی میتونی با یه هزینه نسبتا منطقی تا 20 تا 30% مصرف انرژی توی بیمارستان بیاریم پایین. خیلی مهمه. یه نکته گفتین در مورد آیس بانک، به زبون عامیانه میتونی یکم به ما توضیح بدین؟ اینجوری براتون بگم. ببینید شما وقتی آیس بانک قراره چی کار کنه برای شما؟ قراره که در زمانهایی که سیستم سرمایه‌ای شما قرار نیست ساختمونتون رو خنک کنه، بتونی این سرمایش ایجاد شده رو جایی ذخیره کنی که زمانی که نیاز داره ساختمونت بهش برگردونی. تعریف سادهش اینه. حالا مثلا من یه مثال براتون میزنم. شما مثلا برای یه پروژه‌ای مثلا چه می‌دونم مثلا 340 تن سرمایش نیاز داری. میتونی همون اول بری یه چیلر 340 تنی بخری و پروژه‌ت رو راه اندازی کنی. میتونی یه دستگاه 200 تنی بخری، یه آیس بانک به اندازه 140 تن تامین کنی، 200 تن داره برای تو در طول شب پروژه شما مثلا خاموشه. 200 تن رو کوپل میکنی با سیستم آیس بانکت.
140 تن تو داری به آیس بنکت میدی و نگهداریش میکنی. در طول روز شما همیشه 340 تن رو نیاز نداری که. مثلا از 200 تن مثلا از تا ساعت چه میدونم 11 صبح 200 تن کافیه برات. کی مثلا میخواد بشه بیاد عدد بالا از 11 تا ساعت 4 بعد از ظهر، شما یواش یواش داری افزایش پیدا میکنی. حالا آیس بنک تو وارد مدار میکنی، چیلر تو 200 تن رو تامین میکنه، 140 تن تو شروع میکنه آیس بنک یواش یواش وارد مدار سرمایه شیت میکنه. تو فرض کن حالا هم از نظر هزینه اولیه، چون به جای 200 تن به جای 340 تن یه 200 تنی خریدی، مصارف بقیه دستگاه 340 تن به نسبت 200 تن یه چیزی حدود 1.5 برابره، شاید 1.6 برابره. یعنی به خیلی راحت شما اومدی تقریبا 60% مصرف برق تو کم کردی. تو سرمایه گذاری اولیه هم نمیگم به اندازه چیز، به اندازه 100%، ولی حدود 20 تا 30% هزینه‌های اولیه سیستم سرمایه‌اش تو بردی پایین. اولا چون هزینه اساسیش همون بحث چیلراش هستش دیگه. بله. این تعریف کلی آیس بنکی که خیلی به نظر من عملیاتی میشه باهاش برخورد کرد. البته میگم چون یه سیستمیه که خیلی به تکنیک روزش بستگی داره، یعنی مدل به قول معروف بالشتکایی که قراره سرمایه‌شو توش حفظ کنه، چیزایی که داره روش کار میشه، چیز خیلی مثلا هی داره هر روز این سیستم داره مدرن میشه و پیشرفت میکنه، چیزیه که به نظرم خیلی اثرگذاره توی صرفه‌جویی انرژی ساختمان‌ها تو آینده کمک میکنه. مرسی. یه پروژه رو میتونی اسم شما بگین که خیلی ازش لذت بردین، یعنی بهتون چسبید و واقعا یه جورایی مثلا افتخار بود تموم کردنش، اون چی بوده؟ خب خیلی و ازش درس هم مثلا گرفتیم. اولین پروژه‌ای رو که توی شرکت منظور سلامتی ایرانیان من انجام دادم پروژه بیمارستان امام رضایی قم بود. من پروژه خیلی مثلا فکر کنم از بالای 100 تا پروژه انجام دادم. توی پروژه امام رضایی قم خدا بیامرز آقای دکتر شرافت به من گفتش که هر کاری که فکر می‌کنی درسته توی این پروژه انجام بده. و فکر مال تامین اجتماعی بود. پروژه‌ای بود که مال خانه‌سازی بود و خب از شرکت خانه‌سازی ساطع شده بود دیگه، شرکت منظور سلامتی ایرانیانمون. و اون پروژه رو من فکر میکنم که تا اونجایی که میتونستم چیز جدید توش اضافه کردم. یعنی سیستمایی مثلا اولین بار بود تو اون پروژه، مثلا تا قبل از اون ما هوارسانی مولتیزون میذاشتیم، داستان مال سال 82 83 84 یعنی مال چند سال پیش میشه؟ 20 سال پیش میشه. هنوز 20 سال پیش. آره 17 سال. اون پروژه و خیلی من چه چون من بیش از با مهندس موصف خدا بیامرز من عشیره میداد، بعد میگم مثلا شروع کن مثلا تو بخشی مختلف شروع کن خوندنش. هر چیزی که خونده بودم تو اون پروژه پیاده کردم، خیلی بهم چسبید. یعنی و الان هم یکی از پروژه‌های خیلی خوبه. حالا تو قم که خیلی پروژه خوبیه از نظر انرژی و مصرف انرژی، اینا توی شرایط خوبی قرار داره. مثلا چون ما بیمارستان برامون از نظر سطح آلودگی خیلی مهمه، پروژه کم آلودگی، کم عفونتی. خیلی هم جذاب. یه ذره ساید رو عوض کنیم. بزرگترین شکستی که توی سابقه کاریتون داشتین که حالا بعداً به هر حال طبیعت آدم درس میگیره، اون چی بوده؟ یا بزرگترین بحرانی که داشتین؟ بزرگترین بحران هم همون سال 95 بود. همون بحث عرض کردم آره که یه اتفاق خیلی بدی که افتادی بود که همون به خاطر اخلاق خودم دیگه، من بلد نیستم از کارفرما پول بگیرم و تعداد زیادی پروژه گرفته و پروژه‌تون آب بیارن؟ آره مرسی. آره هست. من چند پروژه خیلی خوب و مهم اون سال انجام دادم. یعنی اولین پروژه رویت بیمارستانی رو اون سال بیمارستان فیروزآبادی تهران بود که من با لیمان کار میکردم اون پروژه رو و تاسیساتش رو داشتیم رویت میکردیم. کل 100% تاسیسات رویت. آره از اولین پروژه های رویت بیمارستانی بود اون موقع سال 95. هنوز اصلا باب نشده بود و من خیلی روی این مسئله انرژی گذاشتم و خب صدمه خیلی بدی هم خوردم چون زمان میبره، انرژی میبره. خب کارفرما البته متوجه این مسئله نشد دیگه، ولی خب زحمت خیلی زیادی کشیدم تو اون پروژه
ولی اثرش این شد که ما آخر سال نتونستیم هزینه رو چیز کنیم و من چیز شدم، باعث شد که گروه همون تو آخر سال مرخص کنم. یک سال مجبور شدم که دنبال پولام بود هم که بتونم پول بگیرم از کارفرما، هرچند که هنوزم خیلیشو نتونستم بگیرم از همون موقع. ولی خب بعدش این بحرانه باعث شد که اتفاق خوبی بیفته که من یه شرکتی رو با دوستان شاید بگم اینم نقطه اثر خوبی بود. اگر برگردین عقب با این بحرانه چجوری برخورد می‌کنین؟ یعنی فکر می‌کنین خودتون میتونین کاری بکنین که اتفاق نیفته یا دیگه اصلا هیچ چیز دستش نه؟ متاسفانه اخلاقم که نمیتونم عوض کنم، هنوزم نمیتونم. هنوزم مسئولیت این کارو به یکی دیگه از دوستام حالا واقعا مسئولیتشو دادم به آقای مهندس انتظاری که دوست خیلی خوبمه، ایشون زحمت این کارو میشه. من هنوز تو همون فضای عوض نشده چیزی، اخلاق عوض نشده. اون لحظه‌ای که همیشه توی کار ناامید میشین چه چیزی بهتون انگیزه میده؟ سوال جالبیه. من سال 76 که کارمو شروع کرده بودم تو کارگاه کار میکردم. بعد کارو که شروع کردم منو به عنوان مهندس چیز نکرده بودن، منو به عنوان مهندس استخدام نکرده بودن. من کارگری میکردم اون موقع، فوق لیسانس داشتم ولی خب این مدت خیلی زیادی دنبال کار رفتم و بهم کار مهندسی نمیدادن. کارمو با کارگری شروع کردم. کارگاه چی بود؟ کارگاه موتورخونه چیز بود دیگه، موتورخونه بیمارستانی بود و خب تو کرج بود، سرمای خیلی شدیدی وجود داشت. بعد وقتش هم یعنی اینقدر سرد بود که چون دست میزدی به آهن مثلا از سرما دستت یخ میزد به لوله بود. بعد پیش خودم میگفتم که مثلا برفم میومد. خب مثلا من اون موقع خب من یه سابقه ورزشی خیلی خوب حالا برای خودم درخشانه. من خب عضو تیم ملی تکواندو ایران بودم. قهرمان دانشجویان جهان بودم. خب سابقه ورزشی خیلی خوبی داشتم. بعد خب از این طرف فوق لیسانس بودم، برای خودم میگفتم من دیگه فوق لیسانسم و خیلی مثلا متاسفانه توی بحران‌های سال 76 بحران کاری خیلی بدی پیش اومد و خب رسید به اینجا که من به عنوان یک کارگر رفتم توی کارگاه شروع کردم کار کردن. میخوام اینو بگم که یه نقطه اثری داره خیلی جالبه، چون هر بار این اتفاق برام میفته کل اون چیز میاد دو جلوی چشمم. برف میومد، سرمای خیلی شدیدی بود. بعد من پیش خودم میگفتم که میشه یه وقتی بشه مثلا وقتی یه همچین برفی بیاد من توی اتاق مثلا اتاقی و پشت میز مهندسیم نشسته باشم، این برفه رو ببینم و چایمو مثلا گرم بخورم. آره و واقعا هر بار که این اتفاق برام میفته یه فلش بک میزنم به اون موقع، میگم که خب تو الان هر جایی که هستی از همچین جایی شروع کردی و این دیدو همیشه دارم برای زمانی که ناامید بشم. آره این تو از اینجا شروع کردی کارتو. حالا لحظه‌ای هم بوده که توی یه کاری دیگه برسید اوج ناامیدی بگین که دیگه ولش کن، انجامش نمیدم ولی ادامه داده باشین و اگه اون لحظه اتفاق افتاده اونجا دیگه چی باعث این شده؟ بازم همین موضوع بوده یا چیز دیگه انگیزه داره؟ این اتفاقم برای همون زمانی که گفتم سال 90 با یه بین من و خب مدیرای اون موقع یه چیزی به قول معروف عدم هماهنگی پیش اومد. واسه یه پروژه خیلی مهم بودیم و احساس کردم که خب قدر کار دونسته نمیشه. خداحافظی کردم و از شرکت اومدم بیرون. یک هفته بعد مدیر عامل شرکت زنگ زد گفتش که بیا میخوام ببینمت. اسمشو میارم چون آقای دکتر شرافت آدم بسیار تاثیرگذاری بودن توی زندگی کاری من. خب در اصل عدم هماهنگی من با ایشون بود. صدا کرد و گفتش که ببین اصلا کاری ندارم چه اتفاق بین من و تو افتاده، کاری رو که شروع کردی باید تموم کنی و این باز یه نقطه اثری تو زندگی منه که یاد گرفتم به خاطر حرفه و به خاطر موندگاری اون شخصیتم باید کاری رو که شروع کنم تموم کنم
میخوام بگم که همه اینا واقعا هر کدومش درسیه که تو از هر کسی میگم. شانس من این بود که با آدمای بزرگی کار کردم و کلید به قول معروف کلید کارهای خوبی بهم دادن. من با دکترم بعداً جدا شدیم مثلا از نظر کاری، ولی درسایی که به من داد واقعا درسای مهمی بود و این نقطه مهمی بود که من می‌خواستم واقعا گذاشتم که کار بذارم کنار، ولی برگشتم و اون کارو همون پروژه قم بود. اتفاقا سر پروژه قم بود که برام واقعا پروژه شیرینیه. پروژه هم یه جورایی دلبستگی براتون هم داشته، یعنی دو دل شده بودین که نمیشه دیگه. اصلا گذاشتمش کنار پروژه رو کامل. اول برگشتم و پروژه رو خیلی خوب تموم کردم. چه خوب. یه ذره بریم باز یه سایت دیگه‌ای. روتین روزمره‌تون الان چه شکلیه؟ چیکار می‌کنین معمولا؟ آره صبح که ساعت تقریبا 1:06 از خواب بلند میشم میرم جای شما خالی. آره 1:06 آره بلند میشم میرم یه ورزش یه ساعت و نیمه میکنم و آره این واقعا خیلی اثرگذاره تو زندگی من این ورزش صبحگاهی. تقریبا همین باعث شد که 7-8 کیلو توی این مدت کم کنم. خیلی هیچ وقت نتونستم صبح برم ورزش. نه من خب علتی که صبح معمولا توی این حالا این یه روتینی که جدیدن اضافه شده به زندگیم، قبل از اون چون درگیری‌های خانوادگی زیادی دارم من بالاخره من چون آدم فامیلی منم خیلی خانواده برام همیشه تو اولویته. دیگه دخترم دانشجو شد بالاخره دیگه کاراش کم روتین خودش رو پیدا کرد که من صبحم آزاد شد. صبح که آزاد شد دیگه حالا برنامه‌ریزی خوبی میتونم برای خودم بکنم و خب ورزش روزانه صبحگاهیمو شروع کردم. خدا رو شکر دیگه صبح تا مثلا ساعت 8 کار فنیمو شروع میکنم تا ساعت تقریبا 5 بعد از ظهر. پروژه‌های مختلفی هم داریم با دوستان میشینیم. بالاخره خوبیه شرکت ما اینه که گروهی که رو پروژه کار میکنن همه دوره همین، معمار و مکانیک و برق و اینا. این خیلی مهمه که شما پروژه توی یک فضا با هم دیگه کار بشه. بعد دیگه تا ساعت 5 هم دیگه میرم خونه و به کارهای روزمره خونه دیگه، حالا بالاخره خرید و کاری که باید بخونه است دیگه. تفریحتون معمولا چی هست به جز ورزش؟ تفریح حالا چون اینم گفتید من یه سال و نیمی هست دارم دکترا میخونم. یکی از کارهایی که همیشه دوست داشتم بکنم وقت نمیشد همین داستان دکترا خوندنم بود و خب علتش هم این بود که توی مسئله تجربی فکر میکنم نسبتا تجربه خوبی پیدا کرده بودم، ولی از علم روز خیلی به دور شده بودم. احساس این بود که نیاز هست که 2 مرتبه برگردم دوباره اون به قول معروف علم تأسیساتیمون و علم مکانیکیمون رو یه دفعه دیگه بروز کنم و این توی 1 سال اخیر به نظرم خیلی کمکم کرد. بالاخره دوره از اول ترمودینامیک خوندن، سیالات خوندن، کانوکشن خوندن، اینا کمکم کرده. خب یکی از کاری که الان دارم انجام میدم همین خوندن درسای دکتراست و خب یه بخشش فیلم دیدنه، یه بخشش بخش مهمش کنار خانواده بودنه که به نظر من مهم‌ترین. ورزش حرفه‌ای هم بهمون میگین کی بوده؟ آره ورزش حرفه‌ای هم که خب من فکر کنم از سال 70 دیگه من حرفه‌ای ورزش میکردم، تکواندو کار میکردم از سال 70 تا سال 80 تا وقتی ازدواج کنم ورزش حرفه‌ای میکردم تکواندو که خب من 7 سالش عضو تیم ملی تکواندو بودم. قهرمان دانشجویان جهان شدم، قهرمان ارتشای جهان شدم. سال 75 قهرمان دانشجویان جهان شدم. سال 78 هم قهرمان ارتشای جهان. آره تا سال 80 که دیگه بوسیدیم گذاشتیم، به قول خودمون شیاب جنگ بوسیدیم، 4 گوشش آویزون میکنن تو فوتبال کفشا رو آویزون میکنن. نه با شیاب جنگ بوسیدیم. خیلی هم عالی. دیگه تو بخش پایانی میخوام اینم توصیه‌تون به نسل جدید، نسل زد که میخوان بیان توی رشته شما بر فرض تحصیل کنن چیه؟ میخوان اصلا تخصصی تهویه بیمارستانی بخونن یا کلا بحث تفاعلات یا کلا اصلا توصیه‌تون به همون نسل جدید؟ به نظرم هر کاری دوست دارن انجام بدن، هر کاری که فکر میکنن توش خوبن انجام بدن. یعنی واقعا اینقدر نسل باهوش و نسل عاقلی ان اصلا مثل ما فکر نمیکنن و من میپسندم. یعنی من اصلا اتفاقاتی هم که افتاد توی این چند سال اخیر نشون داد که
اونا از ما خیلی عاقل‌ترن. همه جوره، هم عاقل‌ترن، هم باهوش‌ترن، هم برای چیزی که بخوان واقعا می‌جنگن و به نتیجه میرسونن. ما بلد نبودیم، خیلی اینجوری بلد نبودیم، حداقل با جمع بلد نبودیم، دست جمعی. و به نظرم هر کاری رو که فکر می‌کنن توش خوبن انجام بدن و از هیچی هم معمولا که خودشون که دیگه از هیچی ابایی ندارن. آره همین میدونم که موفق میشن. من خیلی افتخار میکنم که باهاتون صحبت کردم، واقعا گفتگو خوبی و من خودم ازتون خیلی یاد گرفتم. صحبت پایانی اگه دارین بفرمایید. حالا دوربین ها هستن، منم هستم، هر جوری که راحت ترین در خدمتتون باشیم. خواهش میکنم. فکر میکنم که مهمترین عامل پیشرفت هر کسی، حالا غیر از نمیدونم خانواده و تحصیلات و همه اینا، پشت کاره. من فکر میکنم یکی از چیزهایی که باعث شد من الان اگر کسی بگه که مثلا موفقیتی کسب شده، پشت کاره. یعنی تو اگر واقعا آدم باهوشی نباشی ولی پشت کار خوبی داشته باشی، به نظر من تو اون کاری که دلت میخواد موفق میشی. من برای همین بچه‌ها آرزو میکنم که خدا به همه‌شون سلامتی، یعنی سلامتی اولین چیز، و خدا بهشون توان اینو بده که تو کاری که میخوان انجام بدن از توان نیفتن و برای هر شکستشون یه پله‌ای کنن. حالا یکم به قول قدیمی‌ها میگن که کلمه‌شو یادم نیست، ولی اینکه تو هر کاری رو که پشت کار داشته باشی توش، مطمئنا موفق میشی. پشت کار عامل موفقیت تقریبا همه کسایی که توی کارشون موفق شدن. خیلی لطف کردید مهندس هشیمی. ممنونم ازتون. مرسی از شما که ما رو دیدین. تا فلوتاکی دیدین.